پیش از آنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود را به اسلام در خانه الارقم آغاز کرده بودند، این صحابه پر از نور الکی اسلام را قبول کرده بود. السلام علیکم و رحمت الله. امروز اوید صحابه صحبت میکنیم که سیاه پوست بود و در مکه به دنیا آمده است. این صحابه پر از نور غلام بود و ابوبکر صدیق رضی الله عنه که از هر امکانیتی به انجام دادن عمل نیک استفاده میکرد، این غلام را از خواجه‌اش خریداری کرد. ابوبکر رضی الله عنه او را خرید تا دیگر او را شکنجه نکند. وی او را خرید تا اینکه تواند آزادانه دین خود را پیروی نماید. خب کی بود این صحابه پر از نور؟ امیر ابن فهیره که او را ابو عمرو میگفتند. و این گونه بود زندگی ابوبکر رضی الله عنه که دائم دنبال آن میگشت تا کار خیر را به انجام رساند و همچنین او را نیز خرید و آزاد کرد. ابو عمرو رضی الله عنه یگانه صحابه بود که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله عنه به مدینه هجرت نمود. آن روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با روی پوشیده به نزد ابوبکر رضی الله عنه آمده. وقتی ابوبکر رضی الله عنه پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید، فکر کرد که کاری مهمی است، زیرا عادتا در این وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمی آمده. آنها به خانه در آمدند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که آنهایی که در خانه هستند به بیرون برآیند. ابوبکر رضی الله عنه گفت اینها همه عائله تو اند رسول خدا. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفتند که خداوند به من اجازه داد تا هجرت نمایم. ابوبکر رضی الله عنه پرسید آیا من تو را همراهی میکنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله. ابوبکر رضی الله عنه گفت یکی از این دو شتر را انتخاب کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم شتر را انتخاب کردند و نقشه کشیده به راه برآمدند. آنها تا آنجای آمدند که غار را در کوه ثور دریافتند. امیر ابن فهیره رضی الله عنه که این سلسله آیید حیات اوست، نزد آن غار گوسفند میچرند. آنها 3 روز در آن غار ماندند و امیر ابن فهیره رضی الله عنه آنجا گوسفند میچراند و برای آنها شیر میداد. پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله عنه با هم مصلحت کردند که عبدالله ابن اریقیط نوابسته از آنی که مسلمان نبود راه بلدی آنها خواهد شد، یعنی با آنها راه را نشان خواهد داد. آنها به او شتر را دادند و گفتند که پس از 3 روز بیاید. وی بعد از 3 روز آمد. بعد آنها به راه برآمدند که امیر ابن فهیره رضی الله عنه نیز با آنها همراه شد. ابن فهیره رضی الله عنه در این سفر چیکار کرد؟ و شاید اکثری شما این را دانید، زیرا این واقعی پهن شده است. وقتی که قریشی ها گفتند اگر کسی به آنها محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله عنه را بیارد، فرق ندارد زنده و یا مرده، آنها مبلغ زیادی خواهند داد. سراقه ابن مالک میگوید که من آمدم نزد مردم محل خود بودم که یک نفر آمد گفت من چند نفر را دیدم و آنها را چگونه بودنشان را فهماند. سراقه فهمید که این ابوبکر و محمد است، لیکن به مردم گفت که آنها فلانی و فلانی هستند. مردم به سخنان وی باور کردند. پس از مدت وی خود به اسبش سوار شد و دنبال آنها روانه شد. بگوید من قریب آنها را دریافته بودم، ولی ناگهان پاهای اسب به زمین در آمده فرو رفتن گرفت.
من میگوید بعد فهمیدم که خداوند او را حفظ خواهد کرد و با او هیچ چیزی نخواهد شد. بعدا سراقه از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهش کرد تا حجت نویسد که آنجا از زمین ماندن سراقه خبر داده شود و پیامبر صلی الله علیه و سلم از امیر ابن فهیر رضی الله عنه خواهش کرده بودند که آن را نویسند. وقتی آنها به مدینه آمدند، امیر ابن فهیر رضی الله عنه بیمار شد. آن دم در مدینه بیماری پهن شده بود که ابوبکر رضی الله عنه نیز به آن گرفتار شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم را باشد خداوند از این بیماری امین نگاه داشت. عایشه رضی الله عنها میگوید من نزد امیر ابن فهیر رضی الله عنه رفتم و از حال او پرسان شدم که چه حال دارد. ابن فهیر رضی الله عنه گفت من مرگ را نچشیده الکی دریافتم. هر یک مرد مانند آنی که حیوان با شاخهایش خود را محافظت میکند دائم در تلاش است و از پی حفظ جانش است. این گونه گفت امیر ابن فهیر و ابوبکر رضی الله عنه. آنها همیشه ناوابسته از آنی که در کدام حالت قرار داشتند، چه خرسندی باشد چه بیماری، همیشه در یاد الله بودند و مرگ را هیچگاه فراموش نمی‌کردند. عایشه رضی الله عنه آمدند و به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که بیماری آنها افزوده است و حالشان نه آنقدر خوب است. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کردند که خدایا مدینه را برای ما آنگونه ساز که آن را مثل مکه دوست داریم و باد و هوای آن را برایمان فارم ساز. خداوند مرتبه امیر ابن فهیر رضی الله عنه را توسط قرآن بلند کرد، زیرا وی یکی از قاری‌های آن زمان بود. بله، خداوند درجه و مرتبه بندگانش را توسط قرآن کریم بلند میکند. یعنی هر قدری که شما با این کتاب نزدیک هستید، همان قدر مرتبه و درجه شما بالاتر است. اکنون نشینید و به خود سوال کنید که چقدر است مرتبه شما، چقدر حصه دارد شما از این کتاب مقدس. باوری دارم هر کدام برای خود جوابش را پیدا کرد. چقدر انسان به قرآن نزدیک باشد، همان قدر او به خداوند نزدیک است. امیر ابن مالک نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. این سال 4 هجری بود. وی با تحفه ها آمده بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برایش از اسلام نقل کردند. لیکن وی اسلام را قبول نکرد. وی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که تو همراه من نفرانی را از نزد خود میفرستی تا آنجا آنها آدمانی دیگر را تعلیم دهند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من از برای آنها میترسم. امیر ابن مالک گفت من آنها را زیر حمایه خود خواهم گرفت. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم همراه وی 40 نفر صحابگان خود را روانه ساختند و این 40 صحابه از قاری‌های قرآن و عالمان قرآن بودند. آنها خود قرآن را می‌خواندند، از خود می‌کردند و اکنون میبایست آن را به دیگران بیاموزند. امیر ابن فهیر رضی الله عنه نیز بین این 40 نفر جای گرفته بود. امیر ابن طفیل که یکی از خویشان امیر ابن مالک بود، یکی از این 40 صحابه نزدش آمد و دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به او رسانید. امیر ابن طفیل اون نفری بود که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آمد و می گفت که مرا جانشین خود اعلان کن. من در این زمین ها
تو در این زمین ها حکمرانی خواهیم کرد و به مانند همین پیشنهادهای زیاد میکرد. لیکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم راضی نمیشدند و امیر ابن طفیل اسلام را بد دید. حرام ابن ملحان یکی از آن 40 صحابگان بود که او را نزد امیر ابن طفیل فرستادند. وقتی که حرام ابن ملحان رضی الله عنه نزد طفیل در آمد، وی به سرباز خود امر کرد تا او را به قتل رساند. آن دم یکی از سربازانش از پشت حرام ابن ملحان با تیغ آنچنان زد که تیغ از قفا در آمد و از شکم حرام ابن ملحان رضی الله عنه دوباره به بیرون برآمد. ابن ملحان رضی الله عنه خون را که برآمده بود برای خود مالید و می گفت که من غالب برآمدم، به خدا قسم که من غلبه کردم. آن سرباز از این حالت در حیرت افتاد و بعدا پرسان شد که چگونه وی غالب آمد؟ آخی من او را کشتم کو؟ با او فهماندند که وی برای آن غالب برآمد که در راه دعوت جان داد، برای آن غالب برآمد که با مرگ شهید وفات کرد، برای آن غالب برآمد که فردا به بهشت خواهد درآمد. بعد این آن سرباز اسلام را قبول کرد و مسلمان شد. امیر ابن طفیل بعد از این مردم خود را ضد آن 40 نفر صحابگان روانه کرد و آنها را در چشم مردم همچون دشمن نشان داد و بالاخره مردم هر یکی از آن 40 نفر صحابگان را کشتند. غیر از این وقتی که آنها آن صحابگان را به قتل رسانیدند، یک نفر آنها که مردم گمان میکردند که وی نیز وفات کرده است زنده ماند و باز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشت و بعدا در محاربه عروه شهید شد. یکی از آن صحابگانی که مردم کشتند این امیر ابن فهیره رضی الله عنه بود. در صحیح بخاری آمده که خداوند مرتبه امیر ابن فهیره را بلند برداشته است، زیرا آدمان میگویند که جسد او را بین زمین و آسمان دیدند. عایشه رضی الله عنها میگوید جسد او را فرشتگان برداشتند و به خاک سپاریدند که کسی مکانی به خاک سپاریدن او یعنی قبر امیر ابن فهیره رضی الله عنه را نمیداند. خدایا چگونه رحمت و کرامت! این همه نتیجه آن است که آنها صدقاً عبادت میکردند و هر کدام از ما با خداوند صادق باشه او نیز با ما صادق خواهد بود. این گونه بود امیر ابن فهیره رضی الله عنه. اینجا صحبت ما به آخر رسید. تا قسمت های دیگر خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.